طراح نیستی؟ مهم نیست، فقط کافیه چند دقیقه با من همراه باشی. قول میدم آخرش مثل یه ادیتور حرفه‌ای کار کنی. سلام دوستان، تو این قسمت هم قراره که چند تا ابزار کاربردی پیکس آرت رو با هم دیگه یاد بگیریم که خیلی کار راه اندازن، خیلی جذاب و میتونه شما رو تبدیل به یه ادیتور حرفه‌ای کنه. چندین ابزار جذاب هست که با هم دیگه می‌خوایم بررسیشون کنیم. وارد پیکس آرت میشم. ما تو قسمت‌های قبل کلی بخش‌های مختلف رو با هم دیگه بررسی کردیم. تو این بخش می‌خوایم بریم سراغ سایر ابزارها. اگه قسمت‌های قبلی رو ندیدیم حتما اونها رو بریم ببینید. برای نمونه من یه عکس رو انتخاب می‌کنم، وارد محیط نرم افزار میشیم. ما این سایر بخش‌ها اینجا رو بررسی کردیم. 3 بخش رو خیلی مفصل تو قسمت‌های قبل. می‌خوایم ریموو بیجی رو بهتون آموزش بدم که کار رو خیلی تمیز در میاره. هوش مصنوعی داره پیکس آرت که برای حذف کردن بک‌گراند عکساتون فوق‌العاده جذابه. من ریموو بیجی یا ریموو بک‌گراند رو که بزنم، اینترنت هم روشنه، وی پی ان روشنه، خیلی جذاب با هوش مصنوعی خیلی خوب میاد کات میکنه و سوژه رو جدا میکنه. ببینید من الان زوم کنم با 2 تا انگشت، می‌بینید که چقدر خوب یه عکس بی کیفیت هم بودا دوربری کرد برای من تا هر جایی دوست دارم ازش بتونم استفاده کنم. این از این حالت که شما میتونید حالتهای مختلف بک‌گراندهای مشخص برایش انتخاب کنید، یا اینکه بدون بک‌گراند حالت شطرنجی به صورت PNG ذخیره‌اش کنید و ببرین داخل پروژه‌های دیگه، ببرینش و ازش استفاده کنید. پس دست کم نگیرین. اگه دوربری عکس خواستین از این هوش مصنوعی استفاده کنید. اگه جاهایی رو دچار مشکل شدین، دیدین که خوب تشخیص نداد، مثلا نور با موها تلفیق شده بود، کافیه که پاکن رو بزنین، روی پاکن ببینین، یه بار دیگه بزنین میتونین سایز اون قلمو رو، اون پاکن رو مشخص کنین. میام از اینجا اپاسیتیش رو یکم میتونم کمتر کنم و این هاردنسش رو یکم بیاین تغییر بدین که کارتون راحت‌تر لبه‌ها رو نرم کنه و حذف کنه. برای نمونه من میبینم که اینجا مثلا برای نمونه یکم مود جذاب حذف نشده. میتونم انگشتمو بکشم، ببینید به این حالت این بخش رو بیام حذفش کنم تا کارم حرفه‌ای‌تر بشه. یه جایی رو اگه اشتباهی حذف کرده میتونم ریستور بزنم و 2 تا انگشتم زوم کنم و جایی که مونده رو ببینید انگشتمو بکشم، اگه اشتباهاً پاک شده رو اصلاحش کنم. در نهایت تیک رو میزنم و ازش خروجی میگیرم. من ضرب میذارم دیسکارد. این از بخش ریموو بیجی. یه بخش دیگه هم داریم که مرتبط با این بخش حذف کردن بک‌گراند هست، بخش کات آوت هست. کات آوت چیکار میکنه؟ اینجا هوش مصنوعی میاد، ببینید سلکت داره. بخش سلکت میتونین شخص رو جدا کنین، صورت رو جدا کنین، یا اینکه لباس یا آسمون یا سر. ببین رو هر کدوم که بزنم هوش مصنوعی میاد، ببینید پرسن که زدم شخص رو شناسایی کرد که میتونم با زدن این چشم ببینم که آیا درست تشخیص داده یا نه. میتونم فیس رو فقط بزنم، ببینید فقط صورت رو انتخاب میکنه، فقط صورت رو. اگه جایی رو دوست داشتین اصلاح کنید میتونید اریز رو یا براش رو بردارین و اصلاح رو انجام بدین. سایر بخش‌ها لباس، آسمون و سر رو کامل براتون شناسایی میکنه با هوش مصنوعی. پس این برای این هست که اگه خواستین جزئی رو خاصی رو انتخاب کنین کارتون رو خیلی سرعت میبخشه. بخش‌های دیگه حالت اوتلاین داره. شما مثلا یه جای مورد نظرتون هست، میخواین اینجا رو هم براتون کات کنه، به عبارت دوربری کنه، اینجا رو میاد انتخاب میکنه. پس سایر ابزارهایی که اینجا هست برای انتخاب کردن بخشایی هست که از سوژه بخواد براتون جدا کنه. میان دقیقاً شما مشخص میکنین، براش دوربری میکنین و توسط این گزینه‌ها اینکه یک حالت خاصی رو میخواین، یه حالت دایره‌ای ببرین، این رو میان اینجا قرار میدین که یک حالت دایره‌ای از اون سوژه‌تون براتون برش بده. وقتی شما اینو بزنید ببینید اون دایره کشیدین رو اینا رو براتون نگه می‌داره، سایر بخش‌ها رو حذف میکنه. پس این بخش کات آوت هست برای دوربری به عبارتی دلخواه‌تر و جایی که مورد نظرتون هست. سایر بخشایی که میخوام خدمتتون بگم اینه که بخش استیکر هست. یه منبع خیلی خوبی داره نسخه پیکس آرت پرو که استیکرهایی که لازم باشه رو شما میتونید اینجا رایگان جستجو بزنید. نسخه پرو هر مدل استیکری که میخواین، من مثلا ایران هم لاتین میتونید جستجو بزنید هم فارسی. اگه دیدین فارسی براتون نیاورد لاتین جستجو بزنید. من ایران رو میذارم برای نمونه یکی از این استیکرها رو روشن از این دانلود میکنم و اینجا اضافه میکنم. ببینید به این حالت که میتونم بیارم هر جا دوست دارم قرارش بدم. وقتی اینجا قرار میدین کل اینجا براتون گزینه داره، مثلا گزینه بلند رو داره که شما میتونین به عبارتی ترکیب کنین اون استیکر رو با اون جای مورد نظرتون. ببینید حالتهای مختلف انتخاب میکنید که ببینید کدوم حالت به اون طرحتون میاد. خب وقتی این کار رو انجام دادین، برای نمونه مثلا میگم این طرح مثلا من حس میکنم بهتر هست براش. خب بعد از اینجا میتونید اپاسیتیش رو هم و سایر تنظیماتش رو انجام بدید. مثلا بیاین میزان شفافیتش رو ببینید اینجوری کم کنید که تو دل کارتون بخوابه. به عبارتی بیاین ادجاست انجام بدین، نورش رو کم یا زیاد کنید. ببینید به این حالت
نور اون استیکری که اضافه کردین، کلی تنظیمات بهتون میده که اون استیکری که اضافه کردین رو بیان تغییرات بدین. پس این بخش استیکر میتونه خیلی برای ادیت‌های عکستون جذاب باشه. من این رو هم حذف میکنم استیکر رو. بخش بعدی، من این بخش رو ببندم، ضرب در رو بزنم. بخش بعدی بخش کات آوت گفتیم، بخش تکست هست که توی یک ویدیو جداگانه بهش میرسیم که چطوری تنظیماتش رو انجام بدیم و فونت اضافه کنیم. کلی تنظیمات که توی ویدیو دیگه براتون آموزش کاملش رو میدم. اد فوتو شما میتونید روی این عکس بیان یه عکس از گالریتون، حالا یا پی ان جی یا جی پی جی رو بیان اینجا اضافه کنیم. مثلا من این پی ان جی است بدون بک‌گراند، اینجا اضافه میکنم، میارمش بزرگش میکنم، جای مورد نظر خودم قرارش میدم، با این عکس ترکیبش میکنم. کلی اینجا تنظیمات داره، اوپاسیتی، اینجا اوپاسیتی، حتی ریموو بک‌گراند داره. اگه بک‌گراند داشته باشه میتونید بک‌گراند حذف کنین. کلی امکانات جذاب بهتون میده. شادو داره، شما میتونین ببینید برای اون سوژه‌تون یه سایه بندازین که کار جذاب‌تر بشه. پوزیشن این سایه رو میتونید ببینید، دقت کنین پوزیشنش رو از اینجا میتونید تغییر بدین، رنگ اون سایه رو میتونید تغییر بدین. کلی اینجا این سربرگ رو دست کم نگیرین، کلی بهتون امکانات میده. حتی بخشای دیگه بلند میتونید بکنین، ترکیبش کنین این چیزی که عکسی که اضافه کردین. پس وقتی یه چیزی رو اضافه میکنین کلی اینجا بهتون امکانات میده که میتونید استفاده کنین. من ضرب در رو میزنم، برمیگردم به بخش دیگه که با هم دیگه بررسی کنیم. ابزار دیگه که خیلی جذابه اینه که مثلا شما یه پوستر دارین مثل این نمونه، دوست دارین که این واترمارکش رو، این لوگو رو از روش حذف کنین و لوگوی خودتون رو قرار بدین، یا این نوشتار رو کامل حذف کنین. چطوری ما این کار رو انجام بدیم؟ کافیه که فقط وارد عکس رو وارد پیکسارت کنین، بیاین بخش ریموو رو اینجا پیدا کنین. ریموو رو که بزنین کافیه که روی اون منطقه مورد نظرتون که میخواین حذف بشه، به عبارتی مثل بک‌گراند بشه، روش انگشتتون رو بکشین با دقت. بعد از چند ریموو رو بزنید، اینترنتتون متصل، وی پی ان روشن، میاد اون رو خیلی جذاب حذفش میکنه. حتی اینجا دقت کنین به نحوه بک‌گراند، دقت کنین اینجا یه خطایی داره به این حالت. من میخوام این نوشته‌هام حذف بشه، انگشتمو روی نوشته‌ها میکشم چون قراره که نوشته‌های خودم رو قرار بدم برای نمونه. میخوام یک پوستر طراحی کنم، خب نمیخوام این نوشته‌ها باشه، کافیه که انگشتمو بیام روی این منطقه مورد نظر که میخواد حذف بشه بکشم، ریموو رو بزنم. بعد از چند لحظه خیلی جادویی با هوش مصنوعی میاد بک‌گراند رو اصلاح میکنه، نوشته‌ها رو برمی‌داره کامل خالیش میکنه. دیگه چی از این بهتر میخواین؟ فوق العاده است. اگه کیفیتش هم پایین اومد کافیه که تیک رو بزنین. قبلا بهتون آموزش دادم، بیاین اینجا بخش تولز، اینجا بیاین عکستون رو توی ریتاژ بهتر میتونین ریتاژ وارد چین، اچ دی پورتریت رو بزنین، عکستون رو بعد از چند لحظه با هوش مصنوعی دیگه میاد با کیفیتش میکنه. پس کاراتون رو انجام بدین، در نهایت ببینین وقتی این کار رو انجام بدین زیر و رو میکنه. عکس رو دقت کنین، صورت رو، عکس ما این قبلی بود، این بعدش هست. هم اومدین منطقه مورد نظرتون رو حذف کردین، خالیش کردین، هم اومدین با کیفیتش کردین. حالا در نهایت تیک رو میزنین و ازش میتونین خروجی بگیرین، خیلی جذاب استفادهش کنین. بخش بعدی رو که می‌خوایم با هم دیگه بررسی کنیم ریپلای هست که توی یک ویدیوی قبلی آموزش کامل دادیم که ریپلای چیه. شما میتونید توی این ادیتتون بیاین یه ریپلای رو که مورد نظرتون هست رو انتخاب کنین و ادیتش رو، اون مراحلش رو وارد این ادیتتون بکنین. کافیه روی ریپلای بزنم بیاد وارد بشه و مراحل رو پیش بریم. حتما اون ویدیویی که در مورد ریپلای های پروژه‌های آماده پیکسارت رو ببینید. بخش بعدی بوردر هست که ما میتونیم برای این خدمت و عکسمون بتونیم بوردر مشخص کنیم. بوردر الان چون رنگ مشکی دیده نمیشه، ببینید من الان رنگشو مثلا به سبز تغییر بدم، خب تیکش رو بزنم، ببینید یه بوردر اینجا میتونیم بیرونی درست کنیم براش. ببینید اینجا نوشته بیرونی و یا بوردر داخلی. بوردر داخلی رو هم رنگش رو مثلا به آبی تغییر، فیروزی تغییر بدم، ببینید یا بوردر داخلی. اینجا دیگه مثلا اگه مورد نیازتون باشه میتونین اینجا بیاین برای عکستون بوردر بندازین، یا اینکه بیاین گوشه‌هاشو گرد کنین. ببینید به این حالت بیاین طراحیتون رو دیگه دست خودتونه. پس بخش بوردر هم یه سری بوردر میندازه که خیلی شاید کاربردی نباشه ولی توی امکاناتش هست. بخش بعدی شیپ هست که شما تو بخش شیپ اینجا ببینید من میتونم عکس مورد نظرم حالت دایری حالت خاصی رو وارد کنم، آیکون وارد کنم، کلی حالت‌های آیکون داره، اینجا لوگو داره، استروک، لوگوهای معروف رو اینجا داره دیگه، سه بعدی. اگه شما خواستین روی ادیتتون خواستین طراحی کنین پس حواستون باشه تو بخش شیپ میتونید اینجا پیداش کنین. حتی 3D رو که بزنین کلی اشکال 3D داره، آرو یا به عبارتی حالت فلش رو اینجا داره که بعضیش حالت تاج داره، این پرو است ولی ما میتونیم استفادهش کنیم. ببینید من الان روش کلیک کنم اینجا وارد میشه که میتونم از اینجا رنگش رو هم دستم خودمه. ببینید الان وارد کردم، رنگش رو تغییر بدم به هر رنگی که دوست دارم. پس اینجا شیپ
کلی ابزار تو این سربرگش داره که اگه واردش بشیم ببینید کلی حالتهای مختلفی که میتونید واقعا برای طراحی پوسترتون، کاورتون فوق العاده باشه و کلی ابزار در اختیارتون بذاره. علاوه بر این هر چیزی رو که اضافه میکنین میتونید بلندش کنین، ترکیبش کنین، اوپاسیتیش رو کم یا زیاد کنین، ببینید شفافیتش رو کم یا زیاد کنین، براش سایه بذارین. کلی حالتهای مختلف از ادیت که مطمئنا اینا رو شما کار نکردین، یعنی اگه به این کار کنین میبینید که چقدر امکانات جذابیه. بخش بعدی که میخوایم بریم سراغش بخش ماسک هست. ببینید من وارد بخش ماسک بشم، چند از وای میسم اینترنت هم وصل بشه. ببینید میاد روی عکس شما اون ماسکی که اینجا الان چند از وای میسم دانلود بشه، میاد روی تم کلی عکستون میندازه. ببینید حالتهای مختلفی داره، اینجا حالت واتر داره، فایر داره، حالت آتیش داره. شما اگه این انتخاب کنین این حالت آتیش و تم آتیشی رو روی کل ادیتون سوار میکنه. ببینید کلی میتونه روی ادیتون تاثیر بذاره و خاصش کنه. این کلی سربرگه‌های مختلف داره این حالت ماسک که شما میتونین ازش استفاده کنین. مثلا حالت بوکه میاد، ببینید اینو من اضافه میکنم الان روی عکسم، میاد این حالت بوکه مانند رو روی عکستون میده. هر جا رو دوست داشتین میتونین پاکون انتخاب کنین، مثلا روی چهره رو بیان بگین نمایش داده نشه، پاکش کنین. پس اینا کلی حالتهای مختلف هست برای که ادیت‌های حرفه‌ای رو بتونین از طریق بخش ماسک بزنین. من این بخش رو دیسکارد میزنم. این بود از آموزش سایر بخش‌هایی که توی پیکسار وجود داره. یه سری بخش‌های دیگه هست که توی آموزش‌های بعدی به صورت مفصل‌تر بهتون آموزشش رو خواهم داد. مرسی از همراهیتون. حتما کانال من رو دنبال کن. کلی آموزش‌های پیکسارت و اینکه شما حرفه‌ای بشین رو براتون رایگان گذاشتم. مرسی از همراهیتون.